دیگه باهات صحبت نمیکنه، با اشاره یا میگه آره یا میگه نه. دل تو آتیش در زل جوشن حروب زاده این بود، وقتی آب هلناق میکرد از بالا آب و تو دهن نجسش میریخت، اضافات آب از محاسن کثیفش سرازیر میشد، اما به خودش اومد. تا اینجا اومدم تو رو از زهرا بذار بگم شاید زنده نباشم. یه وقت به خودش اومد، این کاسه رو پایین رو برد، فنظرت علیها نظرة الغضبا، با غضب نگاه کرد. یه دختر خانم وایستاده، به خدا چیزی نمیگم، سر پایین انداخته. یه وقت رو کرد بهش گفت ها یا بنت الحسین هل انتی عطشانه، چه نگاه میکنی؟ تشنته؟ دختر قهر میکنه با سر دوباره تشنمه. تقدمی بیا جلو.